مشخصات: اندازه 6.8 اینچی، دوربین 200 مگاپیکسلی، رم 16 گیگابایت، باتری 5000. تاریخ عرضه و معرفی: ژانویه 2025. وضعیت عرضه در حد شایعه. تاریخ عرضه ژانویه 2025. نوع سیستم عامل اندروید. سیستم عامل در زمان عرضه 15. توضیحات سیستم عامل: عرضه با رابط کاربری اندروید 7 7 به روز ثانیه اصلی. طراحی: ابداع 162 میلیون 8. وزن 219 گرم. جنس پشت شیشه گوریلا گلاس آرمور. جنس جلو شیشه گوریلا گلاس آرمور. جنس فریم فلز تیتانیوم گرید 5. رنگ مشکی، آبی، خاکستری، نقره‌ای. نمایشگر: ابعاد نمایشگر 6.8 اینچ. انواع نمایشگر: نوع نمایشگر، رنج LTPO، AMOLED X2 120 هرتزی. مدل تراشه: اسنپ دراگون 8 الیت. فرآیند ساخت تراشه 3 نانومتر. تعداد هسته پردازنده 8 هسته. مشخصات 82 هسته 432 هرتزی. حافظه و رم 256 گیگ رم 12، 512 گیگ رم 16، 1 ترابایت رم 16. رم ها 12 16. حافظه داخلی 256 گیگ 512 1 ترا. نوع حافظه UFS 4. درگاه کارت حافظه ندارد. واید استارت. پیکربندی دوربین پشت: واید استاندارد، اولترا واید، تلفورد، سکوپی، تلفورد. دوربین اصلی واید استاندارد 200 مگاپیکسلی. مشخصات دوربین اصلی واید استاندارد: لنز واید 24 میلیمتری، فوکوس، خودکار، چند محوره با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال، سایز سنسور 6.8 اینچی، میکروفون سایز پیکسل. دوربین اولترا واید 50 مگاپیکسلی. مشخصات دوربین اولترا واید 13 میلیمتری، پوشش 120 درجه. دوربین تلفورد 50 مگاپیکسلی. حد اکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت 8K. رزولوشن نرخ فریم ویدیو 8K 24 فریم 30 فریم. حد اکثر ویدیو برداری 4K 30 فریم 60 فریم 120 فریم. درشت با 960 فریم. توضیحات فیلمبرداری: لرزشگیر الکترونیکی، تصویر ژیروسکوپی، فیلمبرداری HDR 10 پلاس، ضبط ویدیو صدا تیوی. مشخصات دوربین: حداکثر رزولوشن فیلمبرداری 4K. رزولوشن نرخ فریم ویدیو 4K 30 فریم 60 فریم. ظرفیت باتری 5000 میلی آمپر. نوع باتری لیتیوم یونی. تعویض پذیری باتری غیر قابل تعویض. توسط کاربر. حداکثر توانایی 45 وات. زمان مورد نیاز بعد از شارژ کردن 65% در 30 دقیقه با سیم. سایه روزگی شارژر و باتری. پشتیبانی از فناوری ردیوی تریپ. پشتیبانی از فناوری شارژ بی سیم. شارژر مخصوص بی سیم 4.5 وات. سایر مشخصات: نوع اسپیکر استریو دوگانه. حسگرها: حسگر دست انگشت، شتاب سنج، ژیروسکوپی، حسگر مجاورت، قطب‌نما، فشار سنج هوا و غیره. خب دوستان، این بود مشخصات سامسونگ S25 اولترا که حدوداً 70 یا 80 میلیون تومان قیمتش خواهد بود. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک و کامنت فراموش نکنید. سابسکرایب ما انجام بدید. یا علی، خدا نگهدار.